أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب الاکل مما یلیه و وعظه و تعذیبه من شیء اکله، یعنی که باب در مسئله خوردن مما یلیه، یعنی هر کس از پیش خودش طعام را بخورد، و وعظه و وعظ گفتن، و تعذیبه و آداب دادن من شیء اکله، یعنی از چیزی که وی خورده است، یعنی که کسی که بدخوردار است، کسی که بگیم طعام خوریش خوب نیست، پس اون رو ما دیده باید اون رو چکار کنیم؟ نصیحتش کنیم، یعنی اون را وعظش بگوییم، ادبش بتیم که آداب طعام خوری چی طور باید باشد. پس این باب در همین مسئله هست. امام نووی رحمه الله در این باب برای ما دو تا حدیث تقدیم میکند. حدیث یکم رقم 739 عن عمر بن ابی سلمة رضی الله عنهما قال، یعنی که از عمر ابن ابی سلمه رضی الله عنهما روایت است که گفت کنت غلاما فی حجر رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که بودم غلام، یعنی جوان پسر بودم در دامن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در خاندان پیغمبر کلان شدگی است. و کانت یدی تطیش فی الصحفه، میگه بود دست من تطیشو، یعنی تطیش یعنی این طرف اون طرف میرفت، فی صفحتی یعنی که در اون بگیم طبق، یا که در همون ظرف طعام خوری وقتی طعام میخورده میگه دستای من ایسو اوسو میرفت، یعنی که هر جا میخوردم. فقال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه گفت من رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یا غلام سم الله تعالی، گفت ای غلام بسم الله بگو، یعنی با نام الله خوردن شروع کن. و کل بیمینک، و دویم گفت ای غلام بخور با دست راستت، ای جوان گفت با دست راستت بخور. و کل مما یلیک، و سیم گفت ای جوان از پیش خودت بخور. مما یلیک یعنی از پیش خودت بخور. این حدیث متفقون علیه هست، یعنی که این پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دید که خوردنش خوب نیست، براش ادب داد، وعظ گفت و آداب طعام خوری را براش یاد داد. بعد از این حدیث 740 وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، میگد که از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت است هر آینه مرد خورد در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دست چپش، بشماله به دست چپش طعام خورد. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم براش گفت که کل بیمینک، گفت بخور ای جوان با دست راستت، با دست راستت گفت بخور. قال لا استطيع، اون جوان میگه گفت که نمیتوانم، یعنی با دست راست خوردن نمیتوانم. اون مرد گفت که با دست راست خوردن نمیتوانم. قال لا استطعت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که هیچگاه نتوانی، یعنی دعای بد در حقش کرد. ما منعه الا الكبر، یعنی برای چی پیغمبر در حقش دعای بد کرد؟ میگه که ما منعه، این مرد را باز نمی داشت الا الکبر، مگر کبر، یعنی به سبب کبر این مرد گفت که من نمیتونم، اگر در اصل میتونست. وقتی از کبر، از روی کبر حق قبول کی نکرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هیچگاه خورده نتوانی، در حقش دعای بد کرد. میگه فما رفعها الی فیه، پس دیگه میگه دست برداشته نتوانست دست راستش را الی فیه، یعنی به دهنش. بعد همون دعای پیغمبر دیگه دستش به طرف دهش برداشته نمیتوانست. خب، این بابم با آخر رسید. باب دیگر، باب النهی عن القران بین تمرتین و نحوهما، باب در مسئله منع بودنی
در من بودن عن القران بین تمرتن، یعنی جمع کردن بین دو خرما. مثلا دو تا خرما بخوری، هم همراه یا تا میخوره، تو دو تا بخوری. و نحوهما، یا هر چیزی که دانکی است از مردم زیادتر کوشش میکنی بخوری. این چیزا بگیم شریعت من کرده که باب نهی است، یعنی باز داشتن از همین طور کارها. اذا اکل جماعتون، وقتی که این در حالت خوردن با جماعت باشد، یعنی با هم، با گروه، مثلا 3-4 نفر در یک ترلکه آوردگی هستند خرما را، یا چیزایی که دانکی است آوردگی هستند، مردم یتیتا میخرد، درو یک از می گروه مثلا دو تا سه تا میخرد، همین را شریعت من کرده گی. الا باذن رفیقی، مگر با اجازت رفیقش، با اجازت بگم هم طعام هایش. 3-4 نفر باشد، اگر یک کس میخواد دو تا بخوره، اجازت پرسه، بگه بچه‌ها معذرت بخشش که من دو تا میخورم، اگر اجازتون باشد بعد از این میتونه دو تا بخورد. مثلا انگور دام میگن همین حکم است، فهمو مردم یتیتا خورده سه باید قشر یتیتا بخوری. مثلا چیزی که دانکی است ده با مثل مردم باید خورده شود، اگر که جماعت باشد یا لگنده باشد. اما لگنده جدا جدا باشد، در این صورت انسان اختیار دارد چند تا که میخورد. خب اکنون در همین باره برامون حدیث تقدیم میکنند. حدیث 741 عن جبلة ابن سحیم قال، از جبله ابن سحیم رضی الله عنه روایت است که گفت اصابنا عام سنتین مع ابن زبیری مع ابن الزبیری، میگه که رسید به ما یا گرفتار شده ما عام سنتین، یعنی به سال قحطی و ناداری، به سال گشنگی ما میگه روپرو شدیم. مع ابن زبیری یعنی همین زمانی که قحطی آمد، میگه همین زمان میگه زمانی حکمرانی ابن زبیر بود، حاکم بگیم ابن زبیر بود و زمان حکمرانیش بود. فروزقنا تمرن، پس میگه برای ما داده شد خرما، پس برای ما میگه خرما دادن. و کان عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یمر بنا و نحن ناکل، و بود میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یمر بنا، از نزد ما میگذشت، و نحن ناکل، و در حالی که ما همون خرمای نصیب شده همون را خورده ایستاده بودیم. فیقولو، پس میگفت لا تقارنوا فإن النبي صلی الله علیه و سلم نهى عن القران. پس میگه عبدالله ابن عمر گفت که لا تقارنوا، یعنی دوتا نخرید. خرما خورده سبدن کو گفت دوتا نخرید. فإن النبي صلی الله علیه و سلم نهى عن القران، گفت هر اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشتگی است از دوتا خوردن خرما. ثم یقول، پس میگفت الا ان یستأذن الرجل اخاه، یعنی بس میگفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من میکرد از دوتا خوردن، میگفت الا ان یستأذن الرجل اخاه، مگر این که یعنی اجازت است خوردن دوتا، ان یستأذن الرجل اخاه، اجازت بپرسد مرد از برادرش، یعنی که از همنشینش، اون کسانی که همراه همنشین است، مرد باشد مردها، زن باشد زنها، خلاصه از همون همنشینان خودشان باید اجازت بپرسند برای دوتا خوری، و الا جایز نمی باشد. اگر همراهشان یتیتا خورد و مگر دوتا باشد، در این صورت اشکال ندارد، یعنی که باید ظلم نشود. مقصد از این ظلم نشیدن در حق اونها است. اما اگر همون 3-4 نفر هستن همشون ماشاءالله دوتا زیسته باشند، در این صورت باکی ندارد. خلاصه ایوا باید زیاد خری نکریده، چطوری که اونو خلاصه به همون منوال باید پیش روید. حدیث متفق علیه است. خب این باب هم به آخر رسید، یک حدیث آورده است. باب بعدی باب ما یقوله من الاذکار و یفعله من یأکل ولا یشبع، باب در مسئله چی بکند یا چی میکند یا چی میگوید من الاذکار، از ذکرها، کدام ذکرها را یعنی بگوید، کدام ذکرها را انجام بدهد، و یفعله، و چی کار باید بکند، من یأکل ولا یشبع، کسی که میخورد اما ولا یشبع، سیر نمیشود. میخورد تا آخرش ماشاءالله اشتیاش پیشش شده است اما سیر نمیشود. این انسان باید چیکار بکند یا چی ذکر را بگوید، چیکار بکند یا چی ذکر را بگوید
در این باره امام نووی رحمه الله یک حدیث برامون تقدیم میکند. حدیث 742 از کتاب ریاض الصالحین عن وحشی بن حرب رضی الله عنه ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا. میگه از وحشی بن حرب رضی الله عنه روایت است که ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا، هر آینه میگه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که یا رسول الله، ای رسول الله، اینا ناکل ولا نشبع. گفت هر آینه ما هر چی میخوریم، هر چی قدر میخوریم، ولا نشبع، سیر نمیشویم، میخوریم و سیر نمیشویم. قال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فلعلکم تفترقون، یعنی علتها را گفت، علتهایی که یعنی که مقصد این است که برکت دور میشود، که انسان دیگر سیر نمیشود، سیر هر چند طعام بسیار هم باشد میخورد و سیر نمیشود. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فلعلکم تفترقون، گفت یکم علت همین است که شاید که شما تفترقون هستید، یعنی که جدا جدا طعام میخورید، هر کس کاسه جدای خود چه دارد. گفت شاید همین است، سبب همین است که شما طعام جدا جدا میخورید. قالوا نعم، پس اصحاب گفتن بله، یعنی جدا جدا میخوریم، هر کس کاسه خودش جدا. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فاجتمعوا علی طعامکم، پس گفت شما جمع شوید، یعنی در خوردن طعام در یک ظرف جمع شوید. فاجتمعوا، جمع شوید، علی طعامکم، یعنی بر طعامتون، یعنی که بر ظرف طعام، یعنی یک طبق دا مثلا بردارید و همه کسا یک جا بخورید. این یکم سببی آمدن برکت. و ذکر اسم الله، دوم بسم الله بگویید. دوم سببی که برکت می آید که انسان سیر می شود این چی است؟ بسم الله هست. پس میگه یبارک لکم فیه، یعنی برکت داده می شود برایتان در آن همون طعامتان، فیه یعنی در آن همون طعامی با جمعیت خوردگیتان ده الله سبحانه و تعالی برکت می دهد. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم این دو سبب نازل شدن برکت برای اصحاب تقدیم کرد که یکمش در یک ظرف یک جا طعام بخورید، دویمش که بسم الله بگوید، برکت داده می شود در طعامتون. خب رواه ابو داود، این حدیث را امام ابو داود روایت کردگی است. با همین این باب هم با آخر رسید. باب بعدی، باب الامر بالاکل من جانب القصعه والنهی عن الاکل من وسطها. خب باب در مسئله امر بخوردن از یک طرف ظرف، از یک قسم ظرف، یعنی که مثلا طبق باشد از یک طرفش خوردن، امر شدگی از تیمو که باید از یک طرف بخوریم. و نهی عن الاکل من وسطها، و باز داشته شدگی است از خوردن از وسط اون طبق. مثلا یک طبق است، ای بین طبق خوردن منع شدگی است، و ما از بین طبق خوردن منع شدگی است، باید از یک طرف بخوریم، از یک کنار طبق خورده شود. امام نووی رحمه الله میگوید فیه قوله صلی الله علیه و سلم، در همین باره سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که میگوید که و کل مما یلیک، یعنی بخور از پیش. این حدیث پیشتر که گذشت برام خود رقم گذاریش نکرد. حدیث میگه حدیث متفق علیه است کما سبق، چطوری که حاضر خونده بشه، یعنی کل مما یلیک، بخور ای غلام از پیش خودت، ای طعام خورنده وقتی طعام خورید از پیش خودت بخور. خب اکنون باز دو حدیث دیگر غیر این حدیث باز میارد امام نووی رحمه الله. حدیث 743 و عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت البرکت تنزل وسط الطعام، یعنی برکت نازل می شود در بین طعام، مثلا در یک دیگ یا که در یک طبق اوقات آوردگی هستند، از بینش نخور. چرا؟ زیرا که در آن همون بین برکت نازل می شود.
فکلوا من حافتیه، پیغمبر گفت پس شما بخورید از دو طرف آن طبق، از دو طرف طعام. حافتین از دو جانبش، یعنی که از بینش نخورید و از پیشتون که از دو پهلوتون. ولا تاکلوا من وسطه، پیغمبر گفت که نخورید شما از وسطش، یعنی که از بینش، از بالاش گرفته خوردن نگیرید. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده که و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این حدیث کم توضیحات میخواهد به خاطر واضح شدن این مسئله، زیرا اینکه شنونده فکر نکنه که در عموم از بالای طعام خوردن جایز نیست. خب اگر طعام یک رنگ باشد از بالاش گرفته خوردن معنی است. مثلا مثال بیاریم که آش، یا مثلا طعام هایی که نون ریزه میکنن در بگیم اوقات میوردارن میارن، اینها از بینش، یعنی که همش یک خیل است، از بینش خوردن معنی است. اما طعام هایی باشد که بگیم پهلوهاش دیگر است، بینش دیگر است، مانند چی؟ مانند مثلا آش ده اگر که گوشت ریزه کنن در بالاش میمونن، نه، در این صورت از بالا گوشت گرفته در پهلو آورده خوردن جایز است. فهمو؟ یا در بالاش مثلا طعام باشد، اوقات باشد مثلا چی است، کارتشکا است، یا که اگون چیزای دیگر هست، اگون دونگی، از اون دونگی آورده با نون خوردن جایز است. فهمو؟ اما اگر یک رنگ باشد پس از بالاش خوردن، از بینش خوردن معنی است. اما اگر فرق کند در این صورت جایز است. فهمو؟ بگیم توضیح مسئله همین است. برام خاطر کسانی که گوشت ریزه میکنن در بالای طعام، او آدم مشکل ندارد از بالا بگیرد بخورد، یا مثلا در بالای طعام وقتی کاتشکش است یا اون چیز دیگرش دونگی است. خب این توضیح این حدیث، مختصر توضیحش. خب بعد از این حدیث 744 وعن عبدالله بن بصر رضی الله عنه قال، یعنی از عبدالله بن بصر رضی الله عنه روایت است که گفت کان للنبی صلی الله علیه و سلم قصعه یقال لها الغراء، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصعه داشت. قصعه اینه که ظرف، طبق یا که کاسه، چیزی که در اون طعام خورده میشه. یقال لها الغراء، میگفتن بگم نام همون طبق غراء بود، همون طبقه مثلا نام گذاشته بودن غراء. یحملها اربعه رجال، ماشاءالله، میبرداشتن، میگه همین کاسه رو، همین طبق رو 4 مرد، 4 بوزبله، 4 کس رو چی میکردن. فلما اضحوا، پس زمانی که چاشت را خواندن، یا که وقتی چاشت فرا رسید، پس وقتی که نماز چاشت را خواندن، یا وقتی چاشت رسید، اضحوا یعنی وقتی چاشت رسید، وقتی یعنی افتاب برآمد. و سجد الضحى، نمازی چاشت را خواندن، یعنی سجده کردن ضحا را، یعنی که نمازی چاشت را خواندن. اوتیا بتلک القصعه، آورده شد، میگه انا همون کاسه که 4 نفر رو چش میکردن. یعنی وقد ثرید فیها فالتفوا علیها، یعنی که در داخل اون بگیم نان و خلاصه طعام آماده آورده، یعنی طبق خالی نی. وقد یعنی وقد ثرید فیها، یعنی در داخلش طعام بود، با طعام آوردنش. فالتفوا علیها، پس همه مردم جمع شدن، کسانی که اونجا بودن، میگه فالتفوا یعنی جمع شدن، علیها در اطرافی، در گرد یعنی همین کاسه کلان. فلما کثروا، پس زمانی که میگه بسیار شدن، جث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که جث یعنی که با 2 زانو شیشت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چطوری که بگیم در خدمت میگه طالب علم شین بکن، یعنی که بعد سر 2 زانو موشینن کو، خلاصه همین طور شده، بگیم به حضور شیشتگی نه، چون اگه حالت سراسیمه آورده باشه میشینی کو، که خلاصه بر سر بگیم در 2 زانو شیشت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال الاعرابی، پس پیغمبر اعرابی گفت که ما هذه الجلسه، پس پیغمبر سوال کرد که چی است؟ گفت این هیئت شیشتن، این طریق شیشتن، جلسه یعنی هیئت شیشتن، طریقه شیشتن. این چی طریق شیشتن است؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که
ان الله جعلنی عبدا کریما. گفت هر آینه الله تبارک و تعالی من را بنده بخشنده گردانده است. جعلنی خلق کرده است یا گردانده است من را بنده بخشنده. ولم کریم یعنی بخشنده یا مهربان، بنده مهربانم خلق کرده، بخشندم خلق کرده است و گرداندگی من را. ولم یجعلنی جبارا عنیدا. و میگه که الله تبارک و تعالی من را نگردانده است جبار یعنی متکبر. الله سبحانه و تعالی مرا متکبر گرداندگی نیست. و همچنین الله میگه مرا عنید نگردانده است. عنید یعنی چی؟ عنید یعنی کسی که حق را میداند و با وجود دانستن مخالفتش میکند. یعنی حق را دانسته بر ضد حق عمل کردن رو چی میگن؟ عنید. یعنی میگه که الله تبارک و تعالی من را عنید نگردان، یعنی که داننده حقم گرداند و اما مخالفت حق رو نمیکنم. فهمو؟ ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کلوا من حوالیها، گفت بخورید از اطرافش، یعنی همون دیگی که بگیم کاسه کلانی که آوردگی بدن، طبق کلان، همون را پیغمبر گفت که از اطرافش بخورین، از گرداش بخورین. و دعوا ذروتها یبارک فیها، پیغمبر گفت که بگذارید ذروه‌اش را یعنی بالاش را، بالا یعنی بین بگیم وسطش را بگذارید، یبارک فیها، یبارک فیها یعنی برکت داده می شود در ان همون بالایش، در ان همون ذروه‌اش، فهمو؟ در ان همون وسطش برکت داده می شود، یعنی جای فرامدن برکت است. پس شما گفت جای فرامدن برکت را حالا نخرید، یعنی که از اطرافش بخرید. رواه ابو داود به اسناد جید، این حدیث را ابو داود با اسناد جید روایت کردگی هست. پس این هم این بابم با آخر رسید. بعد از این باب کراهیت الاکل متکئا، باب در مسئله مکروه و ناپسند و ناخوب بودن خوردن در حال تکیه، در حال به پهلو بودن، پهلو زده خوردن، تکیه زده خوردن، این مکروه است، این ناخوب است، این ناپسندی است. در این باب انشاءالله امام نووی 2 حدیث آورده است، درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه را با پایان میرسونم، تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارمتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.